سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام تو این ویدیو آموزش ارتقا دادن اندروید گوشای شیائومی رو بهتون آموزش بدم که فرق زیادی با نحوه ارتقا دادن اندروید گوشای سامسونگ داره. تو اولین مرحله میریم وارد ستینگ یا همون تنظیمات گوشیمون میشیم. در گزینه اول یه about phone هستش که اگه گوشیتون زبانش فارسی باشه که مینویسه درباره تلفن، اونو میزنیم. بعدش وارد این قسمت که شدیم MIUI ورژن رو انتخاب میکنیم. اینو که انتخاب کردیم یه چکینگ میاره که در حال چک کردنی که ببینه یه گزینه برای بروز رسانی هستش یا نه. چون گوشی من الان اندرویدش 11 و ته اندروید دیگه بروز رسانی جدیدی نداره. اگه بروز رسانی جدید باشه، به جای اینکه همون قسمتی که نوشته check for updates اینو بنویسه، مینویسه update و اونو میزنید و به این شکل گوشیتون آپدیت میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک کنید و حمایت کنید.